салом дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо Тарбият ТВ. در این عالم دلی بیغم نباشد، در این عالم دلی بیغم نباشد اگر باشد دلی آدم نباشد. این دنیا در دلی بیغم نیست، این دنیا در همه غم دارد. این دنیا البته به البته یه روز شادی داشته باشد 10 روز دیگرش غم و اندوه است. از این خاطر مادر عزیز باید غمدار نباشید، باید شکرانه به سوی پروردگار کنید. الله در قرآن برای این مادر و دیگر مادرهایی که فرزنداشون از دنیا میگذرد سفارش میدهد: یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرین. اگر مصیبت وزنینت آمد، اگر بچه دوستدارت یا بچه قاری قرآنت یا دختری با سترت از دنیا هم که گذشت، از سوی پروردگارت مدد طلب کن، فقط به نماز و به صبر، فقط به نماز. از سوی پروردگارت نماز خوان و از پروردگار طلب مدد کن که خدایا در این مصیبتی وزنین مرا یاری رسا باش. از این خاطر هر یک مادر باید که با نماز در این مصیبت ها باید چکار کنند؟ صبر کننده باشد. Тарбият ТВ.